بیشتر مردم وقتی به سن 20 سالگی میرسن فکر میکنن که برای همیشه وقت دارن. زندگی براشون مثل یه تابلوی نقاشی خالی میمونه که میتونن هر چیزی که میخوان روی اون بکشن. فرض کن همیشه با دوستات وقت میگذرونی، هیجان زده‌ای، بی دغدغه و آزاد. بقیه در اطرافت ازدواج میکنن، به فکر بچه دار شدن میافتن و تو از کنارشون میگذری. همه چیز برای تو جالبه، به هیچ کدوم از این چیزها نیاز نداری. آزادیت خیلی بیشتر از همه چیز ارزش داره. روزها میگذره، وقتها سریعتر از اون چیزی که فکر میکنی سپری میشه. از نگاه تو دنیا همچنان همونطوره که همیشه بود. آزادی، سفر، شغل، تفریح و در نهایت خودت. دوست نداری چیزی تغییر کنه. وقتی دوستات از بچه‌هاشون میگن، وقتی از مشکلات زندگی مشترک حرف میزنن، تو میخندی و این فکر به سراغت میاد: من به این همه مسئولیت نیازی ندارم.